این طرف دست چپ یه برکه آب پر از مرغابی. اینجا بخشی از انبار چوبه. حالا بیا بشین. اولین قدم این که بایستی با چوب آشنا بشی. هر چوبی برای یک کاری مناسبه. مثلا اینو بگی ببین چقدر نرمه. چوب درخت سپیداره، برای کنده کاری خوبه. ولی اینو ببین، چیه تو داری گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. هنوز نیومده دلت برای خانواده‌ات تنگ شد؟ نه. پس چی؟ میدونی چیه؟ هیچکی منو دوست نداره. عزیزم منو دوست نداره. چون بینایی ندارم همه میکنن دست من فرار کنم. اگه چشم داشتم میرفتم مدرسه روستا. همه بچه های روستا میرن اونجا درس میکنن. غیر از من که باید برم مدرسه نابینا که اون بر دنیاست. معلم میگه خدا شما نابینا ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید. ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیکرد تا اونو نبینیم. ولی اون گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اونو حس کنید. شما میتونید با دستاتون ببینید. حالا من همه جا رو میکردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخورم همه چیزو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست. معلمتون راست گفت.